سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید. آقا همین الان که دارید این ویدیو رو میبینید 2 ماه از وقتی که من این مانیتور عزیز رو گرفتم میگذره و امروز قراره که بریم هدف بعدیمون رو کامل بکنیم و بالاخره سیستممو ببندم. البته نصفش حالا جلوتر بهتون میگم چیان. و امروز برنامه‌مون اینه که بریم یه دونه سی پی یو بگیریم، یه دونه مادربرد، یه دونه رم، یه دونه اس اس دی، یادم شد ولی خب به هر حال قراره یک ذره سیستمو ببندیم جز کارت گرافیک، هرچی که غیر کارت گرافیکه و اینا رو تامین بکنیم و بعداً بریم کارت گرافیکمون هم بگیریم. خلاصه که داخل این ولاگ با من همراه باشید ببینید که چی سیستم قراره ببندم و خوشتون میاد یا نه. بریم سراغش. خب بچه‌ها کیس رو برداشتیم، داریم میریم تو راهیم، ترافیک شدیده و همچنان نرسیدیم ولی خب آره دیگه همین. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست، توی آمبولانس که قال دیگه ای داره دانس. خب بچه‌ها بالاخره رسیدیم، بریم که یک ذره قیمت بگیریم و ببینیم کدومشون قیمت مناسب‌تر میدن بگیریم سیستم. بازم بریم. پیشی هم سیستم میفروشه فکر کنم. سلام. خوب هستین؟ ببخشید یه دونه i5 12400F با B660 ندارید؟ سلام. i5 12400F دارید؟ نه نداریم. 12400F کارا سی پی تکی میخواد؟ با مادربرد و رم دارید؟ آره تکی فکر کردم. نه تکی نمیخوام، با B6 7 و 12400F وارد میزنیم 7300 ترای دیگه. بعد دیگه B660 مادربرد 660 ندارین؟ دیگه قدیمی شد. 660 هم دیگه خوبه. میدونم همونو میخوامش. خب 660 امکان دارم. این چنده؟ اونا باید بزنم 5700. بعد خوبه. آره بعد 16 گیگرم چقدر در میاد؟ 3200 لگزار براتون میزنم 1700. 32 چقدر میشه؟ 32 هم ضرب در 2 میکنه، 2 تا 1700. بعد یه دونم فن میخواستم برای گالاکسی 20 بی تو که میشه اون قیمتش هم برای در میاد 850 تومان. آر جی بی داره یا آر جی بی نداره، ولی آر جی بی بخوای میشه 1800 این. ولی نیازی نداره برای اون سی پی، فقط رنگ و روز. جانم. آره. بعد یه دونه SSD 500 گیگ M2 چقدر در میاد؟ M2 برند NM6 سرویس لگزا میتونه برداری، قیمتش هم قابل نیست 2400. پایین‌تر چی قیمت پایین‌تر دیگه نداره. مثلا وسترن میتونه برداری بدون گارانتی، وسترن بلکه قیمتش میشه 2 تومن. 500 گیگش؟ آره 500 گیگش. اونو ننویسید فعلا ببینم چقدر اینا در میاد. ارزون منظور چقدره؟ یه دونه تو دیجی کالا دیده بودم 700 800 میشد. اون قیمتا ساتاش هم دیگه قیمت نیست. برند چی داوا اینا منظوره؟ نمیدونم برندش یادم رفته. اون مجموعه اون قبلیه چقدر شد؟ اون شد 19650. سلام. ببخشید یه دونه i5 12400F با مادربرد B660 چقدر در میاد؟ 12400F مادر ندارم میشن. ندارید؟ آره قیمت هم هنوز در نیومده. مرسی. سلام. ببخشید i5 12400F با مادربرد B660 دارید؟ i5 12400F 7400. 7400. مادربرد چند؟ B760 دارم. B660 نیستش. مرسی. سلام. ببخشید i5 12400F با مادربرد B660 چقدر در میاد؟ ندارید؟ مرسی. سلام. ببخشید یه دونه i5 12400F با مادربرد B660 چقدر در میاد؟ ما E760 داریم بزرگوار، پلتفرمش هم DDR5. بعد سی پی یو رو که دارید چقدر در میاد؟ 12400 800 میشه. 800. مرسی. سلام. باید 4 همینجاست یا اون یکی میشه؟ ببخشید یه سیستم دست دوم دارم میخواستم بفروشم، i5 4590 16 گیگرم و مشخصاتش با اون که قیمت بذاریم سلام خوش قیمت بذاریم همون شماره 950. خب بچه سیستم قدیمی خودم رو قیمت گرفتم، فقط مادربرد و سی پی یو رمش رو حدودا نزدیکای 3 تومن برمی‌دارن. بریم بفروشیم و بریم سیستممون رو بگیریم دیگه. خب
خب بچه‌ها من سیستم قدیمی داره تست میشه، منتظرم اینجا نشستم که تستش تموم شه. خب بچه‌ها سیستممو فروختم، بریم داخل این پاساژه که بودیم بگیریم سیستمو و اینکه خدا رو شکر کم نیاوردم 2900 برداشت سیستممو، چیزی اولش 19650 گفتی در میاد که یکم تخفیف بگیریم و بیاد پایین تر. خب بچه‌ها من سیستمو گرفتم تو مشمع، الان دارم میبرم برای اسمبلش برسم خونه، هم تست سیستمو هم اینکه کارتون‌ها اینا رو نشون میدم دقیقاً چی گرفتم و هزینه و اینجوری داشت. همین دیگه بریم برای اسمبل. بچه‌ها چطورید؟ من الان ساعت حدوداً از 10 نصف شب رسیدم خونه. البته نه اینکه مثلا نرسیده باشم اینجور چیزا، رسیدم رفتیم سینما تو فیلم دیدیم، یه دونه تمثال خونه دارم هستش با مستش رو خواستید ببینید، فیلم قشنگه ولی موقعی که تعریف میکنن نیستش. رو بهتون میگم که من لیستمو بهتون نشون بدم چیا خریدم. خب بچه‌ها یه دونه فن گامکس 200 ورژن 2 که این قیمتش شد 850 تومان. یه دونه مادربرد B660 MK DDR4 که اینم در اومد 5,700,000. بقیه چیزاش هم که دیگه کارتوناش هست ولی از روی همین براتون میخونم. یه دونه CPU i5 12400 F ترای نمیدونم هر چی که میگید اونو گرفتم 7,300,000. دو تا رم 16 گرفتم مجموعاً 32 گیگ که مجموعاً شده 3,400,000 و جونم بهتون بگه که 512 گیگ هم SSD گرفتم برای اینکه گیم‌های جدید میان مثل بالدرز گیت، استارفیلد اینا رو بتونم روش پلی بدم و همین دیگه همینا رو گرفتم مجموعاً شدش 19,650,000 که من تخفیفم داشت 19,450 شدش مجموعاً برام با هزینه اسمبل و اینا 9,850,000 مجموعاً من خرج همین وسایلم شد. و جونم بهتون بگه که کارت گرافیکو نگرفتم. کارت گرافیک قراره یه دونه RTX 4060 8 گیگ اوسی بگیرم که اونو هم ان شاءالله 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه. و اینکه آره دیگه کل سیستم هم میشه همین. الان میریم با هم دیگه بستش میکنیم، بهتون تصویرش هم نشون میدم و همین دیگه. بچه‌ها به هم ریختگی رو دقت نکنید، سیستم هم میبینید که خاموشه همه چیش و بسم الله الرحمن الرحیم. بیا بالا عزیز دلم، بیا بالا عزیز دلم، به به good job bro، بیا بالا بیا بالا. ببینید چه تغییری میکنه سیستم، تغییر خیلی خاصی نمیکنه. فقط من نکته بگم RX 580 با i5 4590 که من داشتم باتل نک بودش و سیستمم خاموش میشد، مثلا لگو مارول خاموش میشد، فورتنایت 120 fps میداد یا GTA 120 fps میداد. سیستم اومد بالا، من رمزو بزنم، سیستم اومد بالا، ویندوز عوض نکردم همونه، خودم میخوام آپگریدش بکنم، ویندوز 11 بکنم. و جونم بهتون بگه که یه دونه اینو بزنید اینجا، یه دونه پراپرتیز بزنید فکر کنم مشخصات میگه. بله مشاهده میکنید که نسل 12 i5 12400 F 32 گیگ رم، کارت گرافیک هم RX 580. چیز دیگه هم نگرفتیم و همین دیگه. یه دونم که SSD خالی داره داداشتون 476 گیگ فقط برای بازی جدید کنار گذاشتم. و این بودش از سیستم من بچه‌ها. مرسی که ویدیو رو تا قش تماشا کردید. یادم حدوداً چند سال پیش من هیچ کدوم از اینا رو نداشتم، ذره ذره وقتی که شروع کردم با هم دیگه ساختیمشون. دستتون درد نکنه، از تمام حمایتاتون خیلی دوستتون دارم. قطعا بدون نگاه شما اینجور چیزا ممکن نبودش. خواستم تشکر بکنم ازتون، مرسی که ویدیو تا قش تماشا کردید و اینکه ان شاءالله به زودی براتون آنباکسینگ ها و خریدای خفن دیگه هم میذارم. و همین دیگه، مرسی که نگاه کردید و لایک و ساب و شیر و کامنت و اینا یادتون نره. ان شاءالله همتون یه دونه سیستم خیلی قوی بخرید و تا یک دیگه خدا نگهدار بچه‌ها.